والذین هم لفروجهم حافظون. فرج عزیزان من شرمگاه هم میگویند، برای مرد آلت جنسیش میگویند، برای زن آلت جنسیش میگویند. این آلت جنسیه که خداوند در مرد و زن داده است، این امانت است. این امانت خداوند فردا از هر کدام ما و شما میپرسد. این امانت در کجا صرفش کردی خدا میداند و پگه سؤالت میکند. از شرمندگی آن روز خودت نگه دار. وقتی که آیه مبارکی این نازل شد، ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها، تفسیر این آیه مبارکه اصحاب پیغمبر گفتن الفرج امانتون. فرج هم شرمگاه هم امانت است. بنابر جوانای عزیز، بازم میگم جوانی شما در زناگاری نیست. زناگاری افتخار نیست، زناگاری مستی نیست، زناگاری این غرور ندارد، این پستی است، این ناجوان مردی است، این خیانت پیشگی است، این جنایتکاری است. بازم گفتم چند روز، بازم امروزم میگویم، هر کسی که بی‌پروایانه زنا میکند حتما داند که در خاندان او، در همسرش و در خواهرش و در دخترش کسی دیگر خیانت میکند. تکبیر! زیرا پیغمبر بزرگوار سخنش بیجا نیست. رسول اکرم میفرمایند من زنا فقط زنی به، کسی زنا میکند حتما در خاندان او کسی دیگر زنا میکند. عزیزی من، خود از زنا نگه دار، زیرا خداوند در قرآن عظیم شان زنا را سخت‌ترین جنایت و بدترین راه است که انسانیت برای خود کشف نمود، این راه طی میکند. ولا یزنون و من یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. خدا میگه بندگانی من، کسی که بنده خداست، خدا را دوست بداره او زنا نمی رود. وقتی که بنده خدا هستی، خدا میگه بنده من زنا نمی کند. وقتی که زنا میکنی تو بنده خدا نیستی. بنابر خدا گفت والذین هم لفروجهم حافظون. به خاطر ان همین خداوند لباس پوشیدنش فرض کرد. خداوند برای بندگان مؤمن لباس پوشیدنش فرض کرد تا که شرمگاه او محفوظ بماند. خداتان نگه داره. آره شهوت زور است، شهوت شاید عقل تا نمی پوشاند، شاید شهوت شما را فریب می دهد، اما خدا به شما رخصت داد الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. خدا گو بندگان مؤمن حقیقی من این شهوت خدا آرام میکنن در همسرهای نکاحی خود، در خانمهایی که به نکاح مسلمانی میگیرد با او آرام میکنه، خوشه. این آلت جنسیش در او استفاده میبره، نه با زن بیگانه. زن مسلمان این آلت جنسیش در شوهر خودش استفاده میبره، نه با مرد بیگانه. بنابر خداتان نگه داره. خدا از این سبب بود نکاح برای بندگانش اجازت داد، حتی با آن حد اجازت داد که اگر شهوتت غالب است و زیاد، یک همسر تو قانع ساخته نمیتواند، دویم همسرگیر، سیوم همسرگیر، چهارم همسرگیر، اما از 4 زاید نه. به شرطی که همش دوست داری، به شرطی که همش تربیت کنی، به شرطی که همش با خانه تامین کنی، به شرطی که نسبتی همش یک گونه رفتار داشته باشی. اما خدا گفت زنا نرو. به خلاف قانون الهی، قانون امروز دشمنان اسلام، قانون کسانی که میخواهند آزادی برای انسان عطا کنند، به هر کس میخواهی برس، به 1000 زن میخواهی برس، اما دویم زن بالای همسرت نگیر، زیرا این تحقیر زن است. مقصد اونها فاسد کردن جامعه بشری است.
مقصد اونها فاسد کردن نسب انسانیت است. نه با بچه های عزیز، بازم میگویم به جاناتان جبر نکنید. شما جوان است، شاید شیطان فریبتان کنه، شاید تا امروز فریبتان کرده است. از صدق توبه کنه، پشیمانی کنه، لا اله الا الله محمد رسول الله تجدید ایمان کنه. بعد از این دیگر به این راه قدم نزنید. این است چهارم صفت مؤمنانی که به هیچ